درود بر شما هموطنان گرامی و خیلی متشکر از اینکه بیننده ما در شبکه خبر هستید. مهمان داریم یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و میخوایم راجع به عملیات وعده صادق 3 در مراحل مختلف صحبت کنیم، ضمن اینکه تا دقایق دیگر هم خانم عابدینی به ما میپیوندند و با بازتاب در واقع عملیات وعده صادق 3 در مرحله سوم با شما همراه خواهند بود. آقای دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، در خدمتون هستم. وعده صادق 3 پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوز دشمن در موج سوم و ویرانی‌ها سهم گسترده‌ای از خسارات و البته دلاوری‌های فرزندان میهن. بله، ابتدا اجازه میخوام که هم تبریک عرض کنم این ایام ولایت آقا امیرالمومنین، امروز که سال روز میلاد امام موسی کاظم علیه السلام هست، و عرض تبریک و تسلیت شهدای گرانقدری که ما اخیراً فقدانشون رو احساس میکنیم، هم شهدا و سرداران رشید نظامیمون، هم دانشمندان هسته‌ای و هم همه مردم مظلومی که توی این روزها از دست دادیم. در خصوص وعده صادق 3 در همه مراحل شما دکتر رئیسی، یعنی هم مرحله اول، دوم و موجی که دیشب پرقدرت انجام شد. بله، تا عرض میشه خدمتتون که تا قبل از این که 2 مرحلهش انجام شده بود، اخیراً بعد از این حماقت رژیم صهیونیستی وعده صادق 3 رو داشتیم که توی این 3-4 شب اخیر مجموعاً تا بامداد امروز 8 مرحله اجرا شده. مجموعاً توی این 8 مرحله چند صد موشک و پرتابه به سمت رژیم صهیونیستی پرتاب شده و فکر میکنم یکی از مهمترین نکاتی که داشته این وعده صادق 3 اینه که به طرز بی سابقه‌ای اعتبار عرض میشه خدمتتون که اجتماعی ایران و جمهوری اسلامی رو تو منطقه، به ویژه در بین کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه، کشورهای مسلمان، حتی کشورهایی که توی منطقه ما نیستن ولی خب جزء کشورهای مستضعف جهان محسوب میشن، به طرز بی سابقه سرمایه اجتماعی نظام رفته بالا. من ویدئوهایی رو دیدم، احتمالاً شاید شما ببینن هم دیده باشین، ویدئوهایی رو دیدم که برخی از کشورهای منطقه شبها گاهن جووناشون جمع میشن توی کافه ها، توی قهوه خونه ها و با لذت در واقع پرتاب موشک‌های جمهوری اسلامی به سمت رژیم صهیونیستی رو تماشا میکنن، با هلهله، با شادی، با کف زدن. بعضیاشون گاهن دیدم مزاحایی میکردن، کلیپایی که توزیع شده تو فضای مجازی، و چند شب پیش 1-2 تا کلیپ دیدم که مزاح میکردن که به ایران بگین زودتر بزنه، چرا شبا دیر میزنه و مثلا خواب ما مختل شده. این سرمایه اجتماعی که برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده یکی از بزرگترین دستاوردهای هستش. محبوبیتی که برای ایران، برای رجل سیاسی ایران در رأس همه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایجاد شده، یکی از دستاوردهای وعده صادقه است. دستاوردهای متعدد دیگه هم داشته که من در ادامه خدمتتون یکی یکی انشالله اشاره خواهم کرد. درسته. آقای دکتر، یکی از موضوعاتی که این روزها حالا توسط اجزای مختلف و لایه‌های مختلف نظام در بخش‌های مختلف تأکید میشه، اهمیت روی موضوع اتحاد و انسجام ملی هستش. شما این موضوع رو چقدر مهم میدونید در حالی که دشمن از طریق برنامه‌ریزی‌های متفاوت داره برنامه‌ریزی می‌کنه برای اینکه جنگ روانی انجام بده روی مردم ما؟ ببینین، دشمن میخواد نقطه ضعف خودش رو به ما تعمیم بده. شما میدونین اسرائیل رو که ما خب کشور نمیدونیم، در واقع یک محدوده غصب شده است با یه در واقع عمر حدوداً 80 ساله. خیلی از اونایی که الان ساکن این در واقع سرزمین هستن متولد اینجا نیستن، متولد این سرزمین نیستن. یک کشور موزاییکی طوره. موزاییک رو دیدن همه بینندگان عزیز، قطعات مختلف سنگ و دور هم جمع میکنن و اینا با یه فرایندی در واقع تبدیل میشه به یه در واقع محصول ساختمانی و خیلی راحت هم از هم میپاشه. اینا چون خودشون مشکل انسجام دارن و به شدت در واقع از عدم انسجام و عدم وحدت رنج میبرن، نمیتونن در واقع هیچ جنگ متوازنی رو به صورت بلند مدت ادامه بدن.
بله شما ممکنه با یه در واقع مردم مظلوم بی‌دفاعی مثل مردم غزه تو بلند مدت وارد جنگ بشی. خب اونا ابزار دفاع از خودشون ممکنه اونجوری که باید شاید نداشته باشن، مبارزه و جنگشون نامتوازن و نامتقارنه، ولی با یک کشور سابقه دار قدرتمندی مثل جمهوری اسلامی ایران که خب در واقع انواع اقسام ابزارهای نظامی، موشک‌های بالستیک، موشک‌های نقطه زن، هایپرسونیک و هر ابزار نظامی که لازم باشه رو داره، اینا نمیتونن تو بلند مدت ادامه بدن و مجبورن برن سراغ در واقع تضعیف رقیبشون، دشمنشون از داخل. برای همین میخوان این انسجام ما رو به هم بزنن و من قطع به یقین عرض میکنم خدمتون اگر ما بتونیم این انسجامی که ایجاد شده تو چند روز اخیر، الحمدلله موج خوبی که توی کشور ایجاد شده، هم بین مسئولین نظام هم بین مردم در واقع ملت و مسئولین، اگر بتونیم اینو حفظش کنیم قطعاً دست بالا رو داریم و نگرانی خودشون رو میخوان از این طریق با این در واقع رخنه‌ای که توی صفوف ملت و نظام ایجاد میکنن، میخوان تا یه حدی بتونن این در واقع جنگ رو وارد یک فرآیند فرسایشی کنن. پیش بینی من اینه که انشالله با امید خدا به حول و قوه الله نمیتونن این کارو انجام بدن، چون ارتباط ملت و دولت و نظام به ویژه بعد از این شهدای اخیری که تقدیم کردیم، مردم دیدن که فرماندهان ما بین خود مردم دارن زندگی میکنن، خونه‌هاشون بین خود مردم هست، رفت آمدشون بین خود مردم هست و چون این صحنه‌ها رو مردم از نزدیک دیدن، من خیلی بعید میدونم که بتونن در واقع این انسجام ملی ما رو از بین ببرن. الحمدلله وحدت خوبی شکل گرفته و یکی از نقاط قوت ما همین موضوع هستش. آقای دکتر عیسی، یک نکته بسیار مهم، اصلا وقتی برگردیم اصلا از ابتدای ماجرا، آغاز این تجاوز، چرا دشمن مرتکب چنین خطای محاسباتی شد؟ بله. ببینین رژیم صهیونیستی من فکر میکنم با در واقع تحلیل اشتباهی که روی 3 تا پارامتری که محاسبه کرده بود وارد این جنگ شد. یکی برتری اطلاعاتی، تصورش بود که نسبت به ما برتری اطلاعاتی داره. دوم برتری تکنولوژیک. سوم عقبه لوجستیکی که داره و ارتباطش به ویژه با امریکا. توی بحث برتری اطلاعاتی بله من منکرش نیستم، چون میخوام در واقع صادقانه صحبت کنم. بالاخره رژیم صهیونیستی یک شبکه جاسوسی بسیار پیچیده و با سابقه داره، پشتوانه اطلاعاتی خیلی از کشورهای غربی هم همراهش هستن. آقای دکتر ببخشید کلام شما رو قطع میکنم، اما اجازه بدید که اطلاعیه دبیرخانه شورای امنیت ملی رو درباره مقابله با اقدامات جنایتکارانه مزدوران و جاسوسان رژیم صهیونیستی تقدیم حضور شما کنیم. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ضمن تبریک پیروزی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور در تنبیه دشمن متجاوز صهیونی به اطلاع عموم می‌رساند با عنایات به ضرورت برخورد فوری و شدید با تحرکات و اقدامات مجرمانه جاسوسان و مزدوران رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه ملت شریف ایران، هر گونه اقدام به نفع عملیات‌های جنایتکارانه این رژیم در چارچوب محورهای زیر مشمول برخورد قاطعانه و اشد مجازات خواهد شد. 1. هر گونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی از جمله کسب و انتقال اطلاعات در مورد اماکن نظامی، اطلاعاتی و حساس کشور از مصادیق بارز ماده 6 قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت ملی تلقی شده و مرتکبان در چارچوب محاربه و افساد فی الارض به اشد مجازات محکوم خواهند شد. 2. اقدام به ساخت یا خرید و فروش یا حمل و نگهداری یا به کارگیری ریزپرنده ها حاوی مواد انفجاری باشند یا نباشند در راستای تحقق عملیات خصمانه رژیم اشغالگر صهیونیستی مصداق ماده 508 قانون مجازات اسلامی بوده و مرتکبان در چهارچوب محاربه به اشد مجازات محکوم خواهند شد. 3. هر گونه اقدام به آتش سوزی یا خرابکاری در اماکن و اموال و تأسیسات عمومی و خصوصی موضوع مواد 675 و 687 قانون مجازات اسلامی
در راستای اهداف خصمانه رژیم اشغالگر صهیونیست برای مقابله با نظام اسلامی تلقی شده و مرتکبان به عنوان محارب به اشد مجازات محکوم خواهند شد. 4. هر گونه کمک و مساعدت به عوامل و جاسوسان رژیم صهیونیستی در قالب در اختیار قرار دادن اماکن مسکونی یا تجاری به عنوان محل استقرار افراد یا تجهیزات دشمن یا در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه، همچنین تأمین مالی، تجهیزاتی یا ارتباطاتی آنان در صورتی که مصداق ماده 6 قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت نباشد، مشمول اشد مجازات مقرر در ماده 510 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. 5. هر گونه تلاش آگاهانه برای تایید یا تطهیر چهره رژیم صهیونی خدشه به دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران، تحریک و تشویق افراد و گروه‌ها به اقدام علیه امنیت ملی، اختلاف افکنی بین اقشار جامعه و اقوام و مذاهب کشور، افشای اسناد و انتشار اسناد و دستورات محرمانه کشور، ایجاد ترس غیر واقعی در مردم با پخش شایعات و مطالب خلاف واقع به نفع رژیم متجاوز صهیونیستی در مطبوعات و فضای کشور، مصداق ماده 8 قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت ملی تلقی گردیده و مرتکبان به اشد مجازات محکوم خواهند شد. 6. هر گونه اختلال عمدی در امور اداری و خدمات رسانی کشور با هدف ایجاد نارضایتی در مردم از مصادیق تایید و تقویت رژیم صهیونیستی موضوع ماده 8 قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت تلقی خواهد شد. کلیه دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی کشور موظفند با شناسایی عوامل و جاسوسان رژیم صهیونیستی و معرفی آنان به دستگاه قضایی زمینه رسیدگی فوری و خارج از نوبت جرائم مزبور در محاکم دادگستری‌های سراسر کشور را فراهم آورند. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 26 خرداد 1404. آنچه که ملاحظه کردید مربوط هست به اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در خصوص مقابله با اقدامات جنایتکارانه مزدوران و جاسوسان رژیم صهیونیستی و مصادیقی که در هر کدام از بندها به اون اشاره شد. اما خانم عابدینی از میز بین الملل در استودیوی ویژه برنامه شبکه خبر همراه ما هستند. مروری خواهیم کرد بر آخرین تحولات و همچنین بازتاب‌های عملیات وعده صادق 3 در منطقه و همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی و رسانه‌های غربی. خانم عابدینی با شما همراه هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز. همچنان بازتاب‌ها نسبت به اقدام خصمانه رژیم صهیونیستی علیه کشور عزیزمون و همچنین پاسخ‌هایی که ایران نسبت به رژیم صهیونیستی دادن همچنان ادامه داره. در ادامه این که مرور کردیم که برخی از سناتورهای آمریکایی اتفاقا دفاع کردن از رژیم صهیونیستی و اعلام کردند که همچنان آمریکا پای کمک به او خواهد ایستاد، اما در کنار اون برخی از نمایندگان کنگره آمریکا مثل سناتور لیدیا تورپ انتقاد کردند و گفتند که رژیم صهیونیستی اسرائیل همزمان با اینکه مذاکرات دیپلماتیک با ایران ادامه داشت یک حمله نظامی رو علیه ایران آغاز کرد و این در حالیه که حالا دارن بهانه میارن و میگن که این یک اقدام دفاع از خود محسوب بوده و او تاکید کرده که این اقدام دفاع از خود محسوب نمیشه و این تنها یک بهانه هست و کاری که اسرائیل الان انجام داده تنها تشدید تنش هست. زارا سلطانی که نماینده پارلمان انگلیس هست اشاره‌ای داشته، ارجاعی داشته به اتفاقی که در ابتدای جنگ عراق رخ داد که یادمون میاد که امریکایی‌ها
اتهام زنی کردن علیه عراق و گفتن که عراق سلاح کشتار جمعی داره، چیزی که بعدتر مشخص شد که کاملا دروغ بوده و او با یادآوری این سناریو گفته که یک بار دیگه دارن تلاش میکنن اون سناریوها رو مطرح بکنن، چیزی که الان هم رژیم صهیونیستی از اون یاد میکنه و میگه که در واقع ایران به دنبال دستیابی به سلاح اتمی بوده و داشته بهش دست پیدا میکرده و میگه که رسانه ها همین وسط ساکت هستن و چیزی نمیگن. این در حالیه که ایران سلاح اتمی نداره، جایی سلاح اتمی داره که رهبرانش به خاطر جنایت‌های جنگی که انجام دادن همین الان دستور بازداشتشون صادر شده و در واقع در دادگاه‌های بین‌المللی در دست بررسی هست. فرانچسکو آلبانز که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد هم بوده و درباره فلسطین کارهای زیادی انجام داده، اعلام کرده که در روزی که اسرائیل حملاتی را علیه ایران آغاز کرده شاهد این هستیم که کشورهای اروپایی، شخصی مثل امانوئل مکرون که در واقع روی پیام اون این پیام رو نوشته، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بی قید و شرط اعلام حمایت کرده از فرانسه و انتقاد کرده از کشورهایی که حتی در چنین شرایطی هم پشت اسرائیل ایستادند و میگن که اسرائیل حق دفاع از خود داره و این در حالی که داره شهروندان غیر نظامی رو میکشه و اون چیزی هستش که حتی فرانچسکو آلبانز هم با توجه به اخباری که منتشر شده به اون اذعان داره. و دیانو بوتو هم اعلام کرده که معلومه که اسرائیل به ایران حمله میکنه، مگر روزی که نسل کشی در غزه راه انداخت، مگر روزی که نسل کشی در کرانه باختری راه انداخت و تمام جنایت هایی که در طول این سالها انجام داد کسی اونها رو متوقف کرد. در اون روزها کسی اسرائیل رو متوقف نکرد و هر چقدر که اسرائیل متوقف نشه اون جلوتر میاد و میگه که وقتی که جهان اسرائیل رو متوقف نمیکنه برای اون نسل کشی که داره انجام میده، معلومه که اون این کار رو ادامه میده، حتی دست به ترور میزنه، ترور مذاکره کنندگان هم در مورد ایران هم در مورد فلسطین. ما این تجربه رو داشتیم که شخصیت‌های سیاسی و مذاکره کنندگان صلح رو حتی ترور کرده و این منطق مسئولیت هست. وقتی مسئولیت جهان قائل میشه برای اسرائیل دیگه قابل کنترل نخواهد بود اسرائیل. و باسم یوسف هم که یک در واقع هنرمند معروفی هست که این مدت هم در حمایت از فلسطین فعالیت زیاد از او دیدیم، با انتشار تصویری مربوط به عملیات وعده صادق 3 و پاسخ مشروعی که ایران علیه رژیم صهیونیستی داده، با انتشار این تصویر نوشته که ایران حق داره که پاسخ بده، ایران حق داره که از خودش دفاع بکنه. بخشی از بازتاب‌هایی بودش که با هم دیگه دیدیم. خانم امامی. خیلی متشکرم خانم آبدینی از مرور این بازتاب‌ها. اگر فرصتی شد باز هم به شما باز خواهیم گشت، اما اجازه بدید که مجدد اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رو درباره مقابله با اقدامات جنایتکارانه مزدوران و جاسوسان رژیم صهیونیستی قرائت کنم. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ضمن تبریک پیروزی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور در تنبیه دشمن متجاوز صهیونی به اطلاع عموم میرساند با عنایات به ضرورت برخورد فوری و شدید با تحرکات و اقدامات مجرمانه جاسوسان و مزدوران رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه ملت شریف ایران، هر گونه اقدام به نفع عملیات‌های جنایتکارانه این رژیم در چارچوب محورهای زیر مشمول برخورد قاطعانه و اشد مجازات خواهد شد. 1. هر گونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی از جمله کسب و انتقال اطلاعات در مورد اماکن نظامی، اطلاعاتی و حساس کشور از مصادیق بارز ماده 6 قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت تلقی شده و مرتکبان در چارچوب محاربه با افساد فی الارض به اشد مجازات محکوم خواهند شد. 2. اقدام به ساخت یا خرید و فروش یا حمل و نگهداری یا به کارگیری ریز پرنده ها حاوی مواد انفجاری باشند یا نباشند در راستای تحقق عملیات خصمانه رژیم اشغالگر صهیونیستی مصداق ماده 508 قانون مجازات اسلامی بوده و مرتکبان در چارچوب محاربه به اشد مجازات محکوم خواهند شد. هر گونه اقدام به آتش سوزی یا خرابکاری در اماکن و اموال و تأسیسات عمومی و خصوصی موضوع ماده 675 و 687 قانون مجازات اسلامی در راستای اهداف خصمانه رژیم اشغالگر صهیونیستی برای مقابله با نظام اسلامی تلقی شده و مرتکبان به عنوان محارب
به اشد مجازات محکوم خواهند شد. هر گونه کمک و مساعدت به عوامل و جاسوسان رژیم صهیونیستی در قالب در اختیار قرار دادن اماکن مسکونی یا تجاری به عنوان محل استقرار افراد یا تجهیزات دشمن یا در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه، همچنین موضوعات مختلف. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. آنچه که ملاحظه می‌کنید تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و منطقه صدا و سیماست. آنچه که ملاحظه کردید تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هدف حمله متجاوز قرار گرفت. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. مردم شریف ایران آگاه باشید. آنچه که دیدید، صدایی که شنیدید، صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استدیو